تصور کن صدای شلیک میشنوی، ولی وقتی برمیگردی با یه هفت‌تیر عجیب و غریب روبرو میشی. نه شبیه کلت‌های کلاسیکه، نه شبیه هیچی که تو فیلم ها دیدی. ظاهرش انگار از یه فیلم علمی و تخیلی در اومده، اما این یه سلاح واقعیه. چیاپا راینو. برخلاف همه هفت‌تیرها، این یکی از لوله پایینی شلیک میکنه و همین باعث میشه لهگدش تقریباً به صف برسه. دقت بالا، کنترل بیشتر و طراحیه‌ای که چشمات رو میخکوب میکنه. هر بار شلیکش مثل یه انفجار کوچک میمونه که با مهارت کامل هدایت میشه. یه ترکیب بی‌نظیر از قدرت و ظرافت که هر تیراندازی رو عاشق خودش میکنه. چیاپا راینو یک سلاح نیست، یک بیانیه است. یه پیغام برای هر کسی که فکر میکنه همه چیزو دیده. از این به بعد باید دوباره فکر کنه.